رسیدیم به مبحث شیرین قیمت گذاری. به قسمت دوم پلیلیست تجربه‌های من خوش اومدید. این قسمت رو تا آخر نگاه کنین چون خیلی قراره نکته‌های جذابی رو با هم دیگه بررسی کنیم. توی این قسمت قرار با هم دیگه در مورد از همه چی بافتن و قیمت گذاری‌های نابجاش با هم دیگه صحبت کنیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین، نکته‌های خیلی جالبی رو ممکنه بشنوید. بذارین اول از مشکل همگانی براتون بگم. قیمت گذاری. خیلی از بچه‌ها، حتی خودم هم یه وقتایی درگیری مشکل میشم، اینکه نمیدونم برای محصولی که بافتم باید چه قیمتی بذارم. ولی خب اینو میدونم که اگه یه سری از آیتم ها رو بدونم و اونو تجزیه تحلیل کنم، اونو بررسی کنم، قشنگ دستم میاد که برای هر محصولم باید چه رقمی ارزش بذارم. که البته میدونم همتون هم میدونین، مشتری هم میدونن که برای کار دست اصلا نمیشه قیمت گذاشت، چه برسه که بخوایم یک عدد مقطوعی هم واسش اعلام کنیم و به مشتری بگیم که ارزش این محصول چنین قیمتی رو. ولی بذارین این مشکل ریشه‌ای با هم دیگه بررسی کنیم. این که چرا همیشه باید درگیر قیمت گذاری باشیم؟ چرا از شروع بیزینسمون همیشه باید مشکل داشته باشیم؟ حالا من برای این مدل این طرح باید چه قیمتی رو بذارم؟ یه دلیل ریشه‌ای داره. نمیدونم چند درصد از شماها درگیر این مشکل از ریشه کارتونی. بذارین از خیلی 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 قبل ترش براتون بگم. اکثر ما بافنده ها چنین مشکلی رو داریم که هرچی ببینیم خوشمون بیاد دوست داریم ببافیم. و یه مشکل بعدی که اگر بیزینسی هم در قبال این هنرمون بخوایم راه بندازیم ایجاد میشه، اینی که فکر کنیم این محصول اگر توی یک پیجی فروش خیلی خوبی رو داره، حتما میتونیم توی اون مسیر پیشرفت خوبی ما هم داشته باشیم و همونو هم انتخاب میکنیم، به محصولات دیگه خودمون اضافهش میکنیم. یا اصلا یک جور دیگه بخوایم در موردش بگم، این که مثلا هر چیزی که ترند شده رو بخوایم اجرا کنیم ببافیم و براش برنامه ریزی کنیم که اون محصول رو هم به محصولات دیگه خودمون اضافه کنیم. کم کم میبینیم که دورمون کلی موضوع متنوع پر کرده. حالا دیدی که اینجا پیش میاد اینه که فکر میکنیم تنوع محصولاتمون اگر خیلی زیاد باشه میتونیم مشتریای خیلی زیادی رو ساپورت کنیم یا سلیقه‌های خیلی مختلفی رو به سمت خودمون جذب کنیم، مشتریای بیشتری سمت ما میان. ولی خب مشکل کار همینه، این تنوع زیاد، این محصولات پراکنده میشه گره کار خودمون. حالا میگم چرا که این میشه گره کارمون و نقطه کور ماجرا همینجاست. این تنوع زیاده که آزاردهنده و اذیت کننده میشه. چرا؟ حالا چند تا آیتمی که توی این موضوع میتونم خیلی به عنوان بولد شده واسهتون بشمارم. یکیش اینه که شما باید بری برای هر موضوع متریال خاص اون موضوع رو تهیه کنی. پس بودجت صرف موضوعهای متنوعی باید صرف بشه. خیلی بودجت پراکنده میشه، هدفمند نمیشه، توی یک نقطه متمرکز نمیشه. پس اینجا کمبود بودجه پیدا میشه. بعد براش خیلی انرژی بذاری. هر چیز جدیدی میاد شما باید واسش انرژی زیادی هم صرف کنی. اول قلقشو بگیری، بافتشو تمرین کنی، محصولو بسازی، ارائه بدی و به ترتیب همینطور فقط ازت داره به مرور هر موضوع آیتم جدیدی انرژی میگیره، چون سرعتت برای بافت اولی و دوم و سوم همیشه پایین تر از مرحله دهم میشه. تو یه محصول رو 10 بار ببافی خیلی دیگه فرضی، تمام گیر و گورش رو میدونی باید کجا چه فنی رو بزنی که سرعتت بره بالاتر، کارت حرفه‌ای تر بشه. ولی خب تنوع محصولت که بره بالا این آپشن تو از دست میدی. در کنار بودجه و انرژی چیزی که گره سوم میتونم بهش بگم اینه که دیگه قلق کار از دستت میره. فرمولای محاسباتی که برای قیمت گذاری
نکته مهمی که همین قسمت قرار در موردش مفصل صحبت کنیم، اون فرمول طلایی که برای هر محصول به دست میاری و به یک نقطه اکتفای میرسی برای اون قیمت، برای هر محصول باید جداگونه اون محاسبه، اون استرس این که قیمت رو دارم درست میذارم، دارم کم میذارم، زیاد میذارم، همش رو باید چند بار به جون بخری. به نظرم اصلا منطقی نیست، فقط اتلاف انرژی، فقط یک مسیر فرسایشیه. گمونم دیگه اهمیت موضوع نیچکار کردن فعالیتتون رو دیگه براتون کاملا روشن شده باشه این موضوع که چقدر مهمه، چون هم بودجهتون سیو میشه، هم انرژیتون سیو میشه و همین که تمام اون راههایی که رفتین رو مجبور نیستین برای هر محصول دوباره طی کنین. باعث میشه وقتی هدفتون مثلا فقط کیف بافتن باشه، تمرکزتون میره برای ارتقا دادن مهارتتون. دیگه یاد میگیرین کم کم محصولاتتون رو خیلی حرفه‌ای تر ارائه بدین، یاد میگیرین عکاسیاتون رو خیلی بهتر کنین، یاد میگیرین ارائهتون رو خیلی قوی تر کنین. حالا در ادامه در مورد اینا همه رو با هم دیگه صحبت میکنیم که چی کار کنیم که هر سری لولتون رو ببریم بالاتر، که تو کارتون نشون بدین دارین رشد میکنین، نشون بدین دارین تخصص پیدا میکنین. این خیلی مهمه. تمرکز داشتن برای یک کار باعث میشه که شما به فرض مثلا الان فقط بلدی یه بند اضافه کنی به کیف، فردا یاد میگیری که چطور زیپ هم اضافه کنی، پس فردا یاد میگیری که چطور آستر بهش اضافه کنی، بعدها یاد میگیری آستر تو چنان حرفه‌ای اضافه کنی که داخلش زیپ داشته باشه، جیب داشته باشه، فضای مختلف داشته باشه. یاد میگیری کیفاتو چطور تنوع بدی که هم کار خودت زمان کمتری نیاز داشته باشه، خستگی کمتر داشته باشه، رضایت مشتریت بهتر باشه، متریالت قوی تر باشه. همه به مرور به زمان یاد میگیری. ولی اگه هدفمند نباشی، همه اینا رو واسه همه محصولات به نظرت میتونی اجرا کنی؟ توانشو داری؟ قطعا نداریم. به تجربه بهت میگم که واقعا نشدنیه. پس تا میتونی نیچ کار کن، یک موضوعی که بهش علاقه داری رو انتخاب کن و سر همون موضوع پافشاری داشته باش، هی تغییر نده. حالا این که چی جوری موضوع رو انتخاب کنیم، تا همین جایی که هستیم این پرانتز رو باز کنیم، چون این خودش خیلی مبحث مهمیه که موضوع رو چی جوری باید انتخاب کنیم. من بهتون یک نصیحت در گوشی بگم، انتخاب موضوع واقعا مهمه. خیلی هیجانی موضوع انتخاب نکنین، خیلی وابسته به ترندها موضوع انتخاب نکنین، چون موضوع باید موضوعی باشه که خودت علاقه داشته باشی، خودت توان ارائهش رو داشته باشی، بتونی از پس تولید محتواش بر بیای. موضوع انتخاب نکن که دست و بالت بسته باشه، موضوع انتخاب نکن که امکانات ارائه دادنش رو نداشته باشی، شرایطش رو نداشته باشی، اما اگر داشته باشه توش. پس انتخاب موضوع که به سبک زندگیت هماهنگ باشه خیلی مهمه. خوب فکر کن، سبک سنگین کن و بعد موضوعی که میتونی روی اون مانو بدی و ارائه بدی رو انتخاب کنی. چرا موضوع انقدر مهمه؟ چرا گفتم باید با سبک زندگیت هماهنگ باشه؟ تولید محتوا توی دوره الان به جلوی دوربین اومدنه. سعی کن محتوایی رو تولید کنی که بتونی ارائه بدی. اگر لباس تنخور لباس رو نشون بدی قوی تری، ولی اگر فقط بخوای رو زمین پهنش کنی و بگی دست و بالم بسته است و نمیتونم، شک دارم که به اون نقطه‌ای که لیاقتش رو داری برسی. خیلی سخت داره، چون بیننده اول چیزی که رو تن مدل باشه رو اول میبینه و جذبش میشه. من این کار رو روی بلوز موج که طراحی کرده بودم کاملا لمس کردم. من اگه این رو زمین پهن میکردم هیچ وقت همچین جذابیتی رو نداشت، ولی خب پوشیدمش. سعی کردم در این حال که دارم میپوشم چشمگیرتر نشونش بدم.
پس خیلی مهمه. ارائه دادن اون محصول واقعا مهمه. پس هیچ وقت خودت رو محدود نکن. موضوع انتخاب کردی، به سبک زندگیت هم هماهنگ، یاد بگیر چی جوری باید ادیتش کنی. محتوایی که میسازی، ساخت محتوا یه بخشه، ادیت یه بخشه. با ابزارهایی که در اختیارت قرار داده دوست شو. نگو حالا فونتشو حالا همین که دم دستم استفاده کنم. بگرد فونتی که لیاقت و محتوا داره پیدا کن. بگرد نوع ادیت بهتر و بهتر رو انتخاب کن و هر سری سعی کن که جذابتر و چشمگیرتر باشه محتوایی که ارائه میدی. اینا همه چیزایی که خیلی مهمه. تو باید بری دنبالش. فکر نکن لقمه حاضر آماده باید تقدیمت بشه. کسی که خودش مسئول بیزینس خودشه تیکه تیکه پس باید دنبال همه اینها بره. پس الان حساب کنی اگه محصولت یه محصول ثابت باشه خیلی راحت تره، خیلی تمرکزت محفوظ تره. اینکه اینقدر پراکنده بخواد باشه برای همه اینا باید دوباره یک مسیر جداگانه طی کنی. خیلی سخته. اشتباه نکن. نمیخوام بترسونمت، نمیخوام انگیزت رو بگیرم. میخوام عاقلانه نسبت به مسیری که هستی نگاه کنی، فکر کنی و انتخاب کنی. خب من هم تمام این راه ها رو رفتم که دارم الان خیلی راحت در موردش صحبت میکنم و میدونم که اگه اون زمان این حرفا رو میشنیدم یا کسی بود که با حوصله میشست در مورد اینو برای من توضیح میداد، خیلی اشتباهات رو انجام نمیدادم، خیلی از بودجه هام رو هدر نمیدادم، انرژیمو هدر نمیدادم، وقتمو نمیکشتم، خیلی هدفمندتر قدم برمی داشتم. شاید الان قدمای جلوتر از قدم الانم بودم. پشیمون نیستم از چیزایی که گذشته. همه اینا درس شد، همه اینا تجربه شد واسم که الان بشینم برای تو تمامشو صحبت کنم. تا اینجا از این که چقدر مهمه یک موضوع نیچ داشته باشیم گفتیم. از این که چی جوری اون موضوع نیچتون رو انتخاب کنید هم گفتیم. سربسته در مورد این که باید بخوای نخوای وقتی داری توی فضای مجازی فعالیت میکنی باید با ابزاراش هم دوست و رفیق بشی هم تا حدودی سربسته براتون گفت. و اگر نیاز داشته باشی میتونم مفصل ترم براتون توضیح بدم و حتی نمونه و مثال هم بزنم. کافیه تو کامنت ها به هم بگین که به همچین موضوع احتیاج دارین یا کافی بوده واسهتون. حالا میخوام در مورد موضوع مهمی که عنوان این ویدیو هم بر اساس همون نامگذاری شده بگیم. قیمت گذاری. چرا انقدر نیچ بودن موضوع رو قیمت گذاری مهمه؟ چرا انقدر تأثیر داره؟ خب بی تأثیر هم نیست، واقعا هم تأثیر داره. یعنی چیز الکی نگفتم. شما وقتی موضوع نیچی داشته باشی یه بار میشینی حساب کتاب میکنی، میگی که من برای بافت این کیف حدود مثلا 10 ساعت زمانم میره، اینقدر متریال مصرف شده، اینقدر ابزار اولیش بود، بسته بندیش اینقدر میشه و تمام این عددها رو میشینی یادداشت میکنی. تمام این اعدادی که باید یادداشت کنی هم جلوتر تو ویدیو واسهتون توضیح میدم که باید چه آیتم هایی رو مد نظرتون داشته باشین و بر اساس همونو بتونین قیمت گذاری کنیم. پس اینو جلوتر با همدیگه مفصل در موردش صحبت میکنیم. موضوع وقتی یکی باشه شما به راحتی تمام اینا رو یک بار دو بار انجام میدی، یه عددی دستت میاد، یه باز قیمتی دستت میاد. یک بارم میدی عرف همکارارم به دست میاری که قیمت بازار الان بر چه اساسی. نترس، الان یه پرانتز باز کنم. از همکارت میخوای قیمت بگیری، قشنگ نیست با پیج فیک بری، با پیج شخصی بری که مثلا نخواد بشناستت. خیلی قشنگ برو از همکارت بپرس، ببین من دارم همچین فعالیتی میکنم، تازه شروع کارمه، بلد نیستم قیمت بذارم، تو باشی چقدر قیمت میذاری؟ منم نسبت به مهارت خودم بتونم قیمت بذارم. رو کن راست از همدیگه سوال بپرسین. یکی جواب نده، 2 تا سربالا جواب بده، سومی بالاخره جوابتون رو میده. بالاخره یه قیمتی دستتون میاد. یاد بگیرین رو کن راست باشید.
پشت پرده کاری نکنین، پشت پرده فعالیت نکنین، با همکاراتون باید رفیق باشین. حالا پرانتز اینجا ببندم، برگردیم سر موضوع اصلیمون. چون وقتی که عرف بازارم دستتون بیاد، همه این کارا رو یک بار انجام میدی واسه محصولت. بعدها دیگه سبک سنگین کردن طرحه، میگین طرحش خیلی پیچیدگی داشت، چالش داشت، پس دستمزد من میره بالاتر. این طرح خیلی ساده تر بود، وقت کمتری ازم گرفت، دستمزدمو میارم پایین تر. دیگه اون موقع قشنگ میتونی با اعدادی که دستته بازی کنی، بالا پایینش کنی. دیگه بازار دست خودته. و موضوعی که از اینا باز مهمتره، مخاطبت وقتی میاد صفحت رو نگاه میکنه به تخصص تو پی میبره. اما تو بیای کلی موضوعات متنوع کار کن، مخاطب میاد پیجت رو نگاه میکنه، اون خودش قشنگ گیج میشه. یعنی نه برای اینکه خودت هم تو کارت سردرگمی و واسه هر کدومش داری جدا دوندگی میکنی، مخاطبت هم کاملا گیجه. مثلا اومده تو پیجت کیف انتخاب کنه، همه چی هست، باید بگرده کیف پیدا کنه، ولی براش راحت تره بره صفحه ای رو باز کنه که تخصصی داره کیف کار میکنه. ولی وقتی که شما بیای فقط یک موضوع کار کنی، تخصصت رو به رخ میکشی، نشون میدی که من توی این کار متخصصم. اگر هم دارم قیمتی میدم، بنا به تخصص خودمه که دارم قیمت میدم، نه اینکه این محصول من محصول بیارزش، بیکیفیت یا هر چیز دیگه ای. چون اگه قیمت پایین بگین همچین برداشتی داره، اگه قیمت بالا بگین مشتری میگه که این اصلا مشتری نمیخواد جنسشو بفروشه، اصلا منطقی نیست این قیمت، میذاره میره. پس وقتی فقط یک موضوع داشته باشی، مشتری با خودش میگه خب این کارش اینه، حتما یه چیزی هست که این قیمت رو داره واسه این محصولش میذاره. البته برداشت متفاوته، اینو منم قبول دارم. فکر کنم تا اینجا از اهمیت موضوع دیگه کاملا با خبر شده باشین، براتونم روشن شده باشه. حالا دیگه خیلی باز نکنم این موضوع رو. بریم رو قسمت شیرین قیمت گذاری که باید چه آیتم هایی رو رعایت کنیم تا یک قیمت اصولی و ایدئال بتونیم برای محصولمون انتخاب کنیم. هر محصولی رو که داری تولید میکنی، شروع خیلی باید حواست جمع باشه. تمام آیتم هایی که میگم رو باید یادداشت کنی. شماره 1، هزینه تک تک متریالی که برای اون محصول تهیه کردی، هزینه کردی، تمام هزینه هاشو یادداشت میکنی. حالا این متریال دقیقاً به چیا میگیم؟ به نخی که مصرف میکنی، به لوازم جانبی که به اون محصول اضافه میکنی، میخواد پارچه باشه، میخواد نقصوزن باشه، دکمه باشه، هر چیز دیگه، میخواد روبان باشه، بند کیف باشه، مگنت باشه، هر چیزی که فکرشو بکنی برای اون محصول شما استفاده کردی. هزینه بسته بندی، اون کاغذش، اون مقواش، کارتون، هر چیزی که برای بسته بندی استفاده کردی. هزینه ارسالش، اینم خیلی مهمه، یه بخش از پارامتر متغیریه که بر اساس وزن محصول به حساب میاد که دیگه اونو باید بر اساس تجربه و کار با اداره پست اون عدد رو به دست بیارین. پس شد تا اینجا یه سری اعداد که شما حتما باید همون اول یادداشت کنی. خب بعد چیزی که دیگه که خیلی مهمه، ابزارهایی که استفاده میکنی. شما واسه این ابزارها همه هزینه کردی، میخوای محصول خیلی با کیفیت تر ارائه بدی، کار داری ارتقا میدی، میری محصول با ابزار با کیفیت تهیه میکنی. اینا البته اعتقاد من اینه که میره رو شاخه دستمزد که در ادامه میخوام براتون توضیح بدم. پس اولیه هزینه اولیه است که شامل متریال، تمام ابزاری که به اون جنس اضافه شده، رقم بسته بندی، فکر کنم همینه دیگه. بعد از متریال شما الان باید دستمزد تعیین کنی.
پس اینجا نیاز داری که شروع کارت رو، زمانش رو صفر در نظر بگیری و پایان کار تایمی که صرف اون بافت شده رو حساب کنی. ببینی چند ساعت فقط صرف بافت این کیف شده. ببین مثلا من این کیف رو 5 روز دستم دارم، 5 روز کامل که ننشستم ببافم. ساعتی که من پای همین کیف نشستم و بافتم فقط حساب میشه. نیایی بگین که من اینو 2 هفته است دستم تمومش نکردم. ممکنه این وسط شما 1000 کار دیگه هم کرده باشین، جز ساعت کاریتون به حساب نمیاد. طراحیش، ایده پردازیش، تست و آزمون خطا برای انتخاب نخ، اینا همش میشه تایم کاری که برای این کیف صرف میکنی. مثالی که دارم میزنم اینا پس میشه تایمی که واسه این کیف شما صرف میکنی. پس اون زمان پارامترش مهمه. مثلا کیفی که 10 ساعت زمان میبره بافتش با کیفی که 6 ساعت زمان میبره، پس مسلما باید هزینه دستمزدشون متفاوت باشه. پارامترشو خودتون تعیین میکنین. تنها کسی که ارزش زمان شما رو میتونه برای شما تعیین کنه خودتون هستین. که اینم باید بر چه اساسی انتخاب کنید؟ سطح مهارتتون. سطح مهارتتون رو باید چه جوری حساب کنید؟ اینم از دیدن پیج همکاراست. پیج همکارا میبینی، بافت خودت رو مقایسه میکنی، منطقی، عادلانه، منصفانه خودت پیش خودت رک و راست قضاوت میکنی. کیفیت بافت من، تمیزی بافت من تو چه لولیه؟ هم سطح کمی پایین تره، خیلی پایین تره، کمی بالاتره، خیلی بالاتره. اینو کی تعیین میکنه؟ خودت فقط میتونی تعیینش کنی. کی؟ همون وقتی که یک محصول مشابه بافته باشی. که حالا الان این موضوع رو که گفتم، قسمت بعدی میخوایم در مورد اعتماد سازی مشتری صحبت کنم. حالا اینکه چجوری یه مشتری بتونه بهت اعتماد کنه، چجوری اصلا مورد اعتماد باشی و چه چیزایی باعث بشه که مشتری دلیل قاطع پیدا کنه بیاد از تو خرید کنه. در مورد اون یه قسمت مفصل میخوام صحبت کنم. امیدوارم اون ویدیو رو هم ببینی که یک گریزی هم تو همین قسمت زدم و بی ربط اصلا نیست. حالا تو اون قسمت مفصل تر میام براتون توضیح میدم. خب اگه دستمزد بالاتری رو دوست داری برای خودت بذاری، پس از اون ترازویی که بهت گفتم خودتو باید بیاری بالاتر. یعنی اگر اون همکار تو کارش موفقه، مثلا قیمت گذاشته 1 تومن، تو دوست داری قیمتشو هم سطح این همکار بذاری برای اون کیفت، پس باید مهارتت رو به اون سمت نزدیک کنی. این یکی از فواید نیچ کار کردنه. هدف روی یک محصوله و تمرکز روی محصوله. خودتو میتونی ارتقا بدی، دستمزدتو میتونی ارتقا بدی. حالا مشتریات هم لولشون بالاتر میره، اینو شک نکن. همون قسمت اول گفتم قلاب بافی هنری که صبر میخواد، استمرار میخواد، حوصله میخواد. سود بالاتر میخوای، دستمزد بالاتر میخوای و زحمتش هم بکشی، تلاشتو بکنی، مهارتتو ببری بالاتر. نه اینکه با یه مهارت کم فقط اعتماد به نفس بالایی داشته باشه و بخوای قیمت بالایی بذاری. مشتری بهت اعتماد نمیکنه، چون کارته که داره حرف خودشو میزنه. خب تا اینجا در مورد قیمت گذاری، در مورد محاسبه متریال صحبت کردیم که قیمت اولیه بود و محاسبه دستمزدم توضیح دادم و الان مهمترینش بررسی بازاره. یعنی همون صحبتم که گفتم برو همکارات رو بررسی کن، قیمت‌های بازار رو بررسی کن، حتی قیمت‌های کارخونه‌ای رو هم برو بررسی کن و ببین که محصول تو توی چه لولیه. خودت سبک سنگین کن که ببین محصول چه ارجحیتی داره که بتونی توی تولید محتوا، توی ارائه اون موضوع بتونی همون رو بولد کنی و پررنگ نشون بدی. بگی که
هم محصول من چنین برتری داره که قیمتش شده این. ببین همچین حسی رو میده که قیمتش شده این. پس خودتی که تعریف کننده ارزش محصولتی. اگر هم تازه کاری و داری قیمت پایینی رو میدی، باز هم باید قیمت منصفانه و معقول باشه. احساس کنی که داری حتی شده کم سود میکنی، چون روحیه خودت که خیلی مهمه. روحیت رو نتونی حفظ کنی، این کار همینجا دیگه میره تو سرازیری و دیگه باید فاتحه‌شو بخونی. پس نکته طلایی اینجاست که نه اونقدر ارزون بفروشی که ارزش کارت رو بیاری پایین، نه اونقدر گرون بفروشی که قیمتت بی منطق بشه و مشتری بخواد فرار کنه. یه جور باید قیمت بذاری هم هزینه هات رو پوشش بده و هم بتونه از مخارج اولیه زندگیت رو جواب بده. سخته، اما فقط کافیه قلقشو بگی. دخترها، توی این قسمت 2 موضوع مهم رو با هم دیگه صحبت کردیم. اولی که زیربنای اصلی بیزنستونه انتخاب نیچ و انتخاب محصول هدفتون، و دومی هم قیمت گذاری درسته که بتونه مسیرتون رو هموارتر کنه. موضوع بعدی که میخوایم قسمت بعد با هم صحبت کنیم اعتماد سازی هستش که چجوری مشتری بخواد بهتون اعتماد کنه و جذب محصول شما بشه و بتونید فروش راحت تری رو داشته باشید. حالا سعی میکنم اون موضوع رو بهتر بررسی کنم. اگه نکته‌ای، ابهامی، سوالی یا تجربه‌ای رو داشتید شما هم توی کامنت ها حتما با من در میون بذارید، میخونم و توی قسمت های بعدی سعی میکنم ازشون استفاده کنم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید. امیدوارم که این صحبت ها مسیرتون رو روشن‌تر کنه، براتون مفید باشه، حتی اگر هم یک نفرتون رو بتونه کمک کنه و باعث بشه که هدفمند فعالیت کنین. برای من خیلی با ارزشه. یک دنیا ازتون ممنونم. روز خیلی خوبی داشته باشید. تا ویدیوی بعدی و قسمت بعدی، خدا نگهدار.